اون. سلام به شما دوستای خنده به لب، من دوباره باز اومدم با خبر رپ. عثمان بعد ابراهیمش قاطی کرده، نظامش رو دوباره خراطی کرده. از خودی تا نخودی رو جارو کرد، 6 تا چوب که بیت بی خطر رو کرد. یکیش قالی بافه همون پاسداری که تو کار سیسمونی های آنتیکه، خودش موچه عثمان پلیده، بعد مدعی حکمرانی جدیده. اون یکیشون جلیلی مشنگه، همه حرفاش مثل عثمان جفنگه. 4 تا جوجه بسی جود دنبالشن، راستی آسما یه واسه چاخ نشن. دزد بعدی پاسدار شهردار ساکانیه، از اون چاق و کشای خیلی جانیه. پر محمدی رفیق رئیسیه، به همون شارلاتانی و خریسیه. شاگرد اون یارو یزید امام، برنامه یه دولتش قتل عامه. قاضی زاده کاندیدای پوششیه، کارش واسه عثمان زیر رو کشیه. پزشکی یا مدعی اصلاحاته، واسه عثمان تو فکر چتر نجاته. اومده رونق بده به انتخابات، ولی مردم بهش میگن گور بابات. خلاص عثمان تو خط اند بازه، اما از هر طرف که بره میبازه. حرف مردم یه کلم است با این نظام، جاتون که سطل سبال از همین تمام. حرف مردم یه کلم است با این نظام، جاتون تو سطل سبال از همین تمام.